کریستیانو رونالدو از کودکی در مادیرا با رویاهای بزرگ شروع کرد. او با تلاش بیوقفه به بزرگترین قهرمان فوتبال جهان تبدیل شد. از منچستر یونایتد تا رئال مادرید و حالا در عربستان. او نشان داد که با سخت‌کوشی، فروتنی و عشق به خانواده میتوان به هر رویایی رسید. او الهام بخش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان است. علاوه بر دستاوردهای ورزشی، رونالدو به یکی از ثروتمندترین ورزشکاران جهان تبدیل شد. او با ساعت‌های لوکس، ماشین‌های گران قیمت و املاک باشکوه شناخته می‌شود، اما همیشه به یاد دارد که موفقیت واقعی در تعادل بین ثروت، خانواده و انگیزه برای رشد است. زندگی خانوادگی رونالدو بخش مهمی از آرامش اوست. او با شریک زندگیش و فرزندانش لحظات پرمحبت و صمیمی را سپری می‌کند و همیشه تلاش دارد هم یک پدر خوب باشد و هم یک الگوی الهام بخش برای دیگران. شما هواداران عزیز الهام بخش اصلی رونالدو هستید. با حمایت شما او هر روز قوی‌تر می‌شود. رویاهای خود را دنبال کنید، زیرا شما هم می‌توانید مثل او به قله‌ها برسید. اگر از این ویدیو الهام گرفتید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک رو بزنید تا ویدیوهای بیشتری از این دست را از دست ندید. از همراهی شما سپاسگزارم.